درودی صبحگاهی ما رو بپذیرید بینندگان بینهایت گرامی رادیو زودی و همه آنهایی که پیوسته خبرهای تازه رو از ما از من شعله گل خوجه منتظر میشوند و سپاس میگم با یک شما که هر صبح صادق ما رو تماشا میکنید و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را از آزادی ویدیو میبینید. و امروز دوشنبه است، هفته نوی کاری آغاز شد. در دوشنبه باشد چون امروز 25 مارت است، تنتنه‌های نوروزی ادامه دارند، روزی استراحتی نیز ادامه دارد و اگر شما استراحت دارید برای شما استراحتی با فراغت میخواهیم و فکر میکنم فرصت شما بیشتر خواهد بود برای شنیدن مطالبی که من در دست دارم برای چند دقیقه. و چون معمول آغاز میکنم از باد و هوا. امروز در پراگ هوای بارانی پیش بینی شده است. انتظار میرود که حرارت در دوام روز همگی 7 درجه رو تشکیل بدهد. در مسکو پایتخت روسیه و مکانی بود باشی اکثریت شما بینندگان عزیز برعکس امروز آفتابی خواهد بود، اما به هر حال درجه گرمی پستر است، یعنی همگی 5 درجه بالای صفر. در دوشنبه امروز هوای صاف و بی‌غبار پیشگویی می‌گردد. گرمی در دوام روز به 22 درجه خواهد رسید، یعنی این به آن معنی است که برف و باران به استراحت شما نمیتواند خلل برساند. خب ولی من متاسفانه صحبت امروزه را با یک خبری نه چندان خوب آغاز میکنم. دقیق‌ترش درباره یک صدمه مرگبار. مقامات کارهای داخلی تاجیکستان زیدی کبیروف پسری عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در که باعث به مرگ 2 نفر شد پرونده جنایتی باز کردند. این مدعی قانون جنایی از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. کبیروف شب 23 مارت در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد و در نتیجه آن 2 نفر از همراهانش جان باختند. خود او و یک همراه دیگرش عبیدالله سید ولی با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان بستری شدند. منابع آگاه گفتند که هر دوی آنها در شعبه احیاگری بیمارستان استقلال هستند. کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 24 مارت در بیانیه رسمی گفتند او شب گذشته با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمد. اول به دیوار بتونی کنار راه و بعداً در سیمچوب آهنی برخورده است. حادثه در نزدیکی بینای پارلمان تاجیکستان رخ داده است. در نتیجه سید جعفر و صحابالدین زاده نگزاد که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. باید گفت که سالهای آخر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران توجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبری پیشین اداره رای آهنی تاجیکستان در سال 2013 بود. در این صدمه 3 نفر جان باختند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می‌دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب میشوند. خب بینندگان عزیز، همین حالا همکاران ما با گرفتن جزئیات بیشتری این صدمه مشغول هستند و من فکر میکنم که در برنامه خبری ما میتونیم تفصیلات بیشتر رو برای شما پیشنهاد کنیم، از جمله درباره وضع 2 نفر و پسری بزرگ سلطان کبیر که در بیمارستان است و از همین خاطر ما رو در صحبت‌های بعدی در تقدیم سرخط خبرها و میگونه در برنامه خبری تماشا کنید. پیوندان ستار کریموف معروف با تخلص مخصوم ستار گفتند که چند روز باز از وضع سلامتی او در زندان خبر ندارند. این عضو فعال حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شده است. عبدالرحیم ستار پسر ستار کریموف روز 23 مارت در صحبت با رادیو زودی گفت پدرش یک هفته در بیمارستان بود و انتظار می رفت که جراحی شود. روز چهارشنبه گذشته به دیدار بینیش به بیمارستان رفتیم ولی در آنجا نبود. بعد به زندان رفتم، در آنجا گفتند که او در شیزو است. عبدالرحیم ستار میگوید سبب جراحی نشدن پدرش و همین طور به اتاق جریموی برده شدن او را نمیدوند. پیش از جراحی فتق یعنی گریژ باید دلش رو طبابت میکردند. اول کاری دلش معتدل میشد، سپس جراحی میگذشت، اما معلوم نیست که چرا چنین نشد، افزود او. عبدالقهار کریموف برادر ستار کریموف گفت آخر هفته خبر بیماری برادرش را شنید و با هدف دیدار بینی از کلاب به دوشنبه رفت، اما با او
اجازه دیدار را ندادند. مخالفان تاجیک در خارج روز 22 مارت خبر دادند که ستار کریمov پس از جراحی به اتاق جریمه‌ای زندانی شیزو انتقال یافته است و وضع سلامتیش خوب نیست. عبدالستار بوبویف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی یک سازمان نزدیک به مخالفان روز 22 مارت گفت مخصوم عبدالستار حالا در زندان رقم 6 در شهر وحدت در اتاق جریمه‌ای قرار دارد. معمولا در این حجره آنهای نگهداری می شوند که قاعده های محبس را رعایت نمی کنند. مسئولان سرایست زندان های تاجیکستان بنابر روز کاری نبودن رسما با رادیو آزادی صحبت نکردند، اما یک مسئول زندان ادعای شکنجه و در اتاق جریمه‌ای قرار داشتن او را رد کرد. باید گفت که ستار کریمov 60 سال دارد و از جمله سابقه‌داران حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. فعالیت این حزب پس از آشوب ماه سپتامبر سال 2015 منع شد، اما رهبریت حزب که در خارج قرار دارند بارها اتهام را رد کرده و آشوب را بهانه برای بستن این تشکل سیاسی دانستند. خب صحبت خود را با خبرهای جهانی ادامه می‌دهیم، اما بعد از این باز خبرهای تاجیکستان نیز هست. از جمله درباره قرب اسعار خارجی برای شما خواهیم گفت، از جمله درباره روبل روسی و ما را تا آخر صحبت همراه باشید بینندگان عزیز. دوستان کل امریکا ویلیام بار گفته است که گزارش روبرت میولر مفتش ویژه از تحقیق درباره رئیس جمهور دونالد ترامپ نشان میدهد که او کاملا بیگناه است. خلاصه گزارش درباره احتمال همدستی استاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در زمان انتخاباتی پرزیدنتی سال 2016 روز شنبه 24 مارت نشر شد، اما اعضای حزب دموکرات گفتند که تحقیقات دونالد ترامپ را عاری از قانون شکنی اعلان نکرده است و باید متن کامل تحقیق برای جامعه نشر شود. دونالد ترامپ و متحدانش بعد نشر گزارش خرسند بودند، چون ویلیام بار در یک نامه به کنگره گفت که در گزارش روبرت میولر آمده است که تحقیقات معلوم نکرد که اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در فعالیت‌های روسیه برای مداخله در انتخابات همدستی کردند. بعد نشر گزارش دونالد ترامپ در توییتر نوشت هیچ گونه همدستی و هیچ گونه ممانعت به تحقیقات نبود، کاملا بیگناه اعلان شده است. اما دوستان کل امریکا ویلیام بار از قبل روبرت میولر گفته است هرچند تحقیق به این نتیجه رسید که رئیس جمهور جنایت نکرده است، اما او را کاملا بیگناه نمیشمرد. رهبر پیشین دستگاه اجرایی پرزیدنت قرقیزستان پیشنهاد کرده است که نام شهر بیشکک پایتخت این کشور به مناس عوض کرده شود. مناس قهرمانی مردم قرقیزستان است. در این باره روز 24 مارت بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد. امیل بیک کاپتاگایف در صفحه رسمی خود در فیسبوک گفته است نام نایه سفردلوف پایتخت را بیشکک خواهند گذاشت تا پورا از یادها نرود. وی گفته است حالا که فرصت هست این مسئله بررسی و نهایی شود تا با گذشت سالها احساس پشیمانی نکنند. پیشنهاد تبدیل نام پایتخت قرقیزستان در پی عوض شدن نام پایتخت قزاقستان از استانا به نورسلطان صدر داد. قاسم جومارت توقایف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قزاقستان روز 23 مارت قرار را امضا گذاشت که بر اساس آن نام پایتخت این کشور نورسلطان است. این را به خاطر پرزیدنت نخستین قزاقستان نورسلطان نظربایف گذاشتند که روز 19 مارت بعد 30 سال دیگر در سر قدرت به استعفا رفت. خب باید گفت که بینندگان عزیز ما چند روز آخر از شما زیاد مطلب ها میگیریم، ویدیو و عکس ها میگیریم و برای همکاری شما ما منتدار هستیم و بار دیگر تکرار میکنم که رقمی که در برای آزادی ویدیو شما میتونید عکس و ویدیو بفرستید 420 724 05 66 81 است و شما میتونید با وایبر و واتساپ این رقم عکس و ویدیو خود را بفرستید و لطفا اگر ویدیو داشته باشید به ایمان نفرستید، چون که گرفتن ویدیو از ایمان برای ما مشکل است. و باید بگویم که طوری گفتم چند روز اخیر خبرهای زیاد هست، از جمله شکایت های را هم از شما ما دریافت کردیم درباره لیمیت برق در بعضی از مناطق
توجیکستان از جمله چندی از شما گفتید که هم در شمال و هم در جنوب توجیکستان تنها در روزهای نوروزی برای شما قوه برق دادند و بعد از این باز دیگر باره لیمیت برق برقرار شد و این شکایت های بینندگان رادیو آزادی در حالی است که یک هفته قبل که دختر چند پیش برق توجیک جوری شدن محدودیت نیروی برق را در مناطق کشور تصدیق کردند ولی گفتند این محدودیت موقتی است و با ذخیره کردن آب برای راهبون هیچ ربط ندارد. در شرکت برق توجیک تاکید نمودند که محدودیت انتقال نیروی برق در روزهای نزدیکتر احتمال با جشن نوروز پورا لغو خواهد شد، اما طوری به نظر می رسد این گفته ها تنها در سطح وعده باقی مانده است. دادگاه نظامی گارنیزون اولیانوفسک یک خدمتچی حربی پایگاه 201 روسیه در توجیکستان را به 3.5 سال زندان شرطاً محکوم کرده است. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد که مفتشان نظامی معین کردند خدمتچی حربی پایگاه 201 روسیه در توجیکستان زمان خدمتش در شهر باختر حشیش خریده آن را با خود به روسیه برده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی محکوم شده 6 دکبر سال 2018 هنگام خدمت در باختر حشیش خریده و روز دیگر آن را با خود طریق هواپیمای خطسیر دوشنبه سمر به روسیه میبرد. مقامات تفتیشاتی میگویند نظامی محکوم شده اینچنین 8 دکبر در دیمیتروگراد طریق اینترنت برای بسته دیگری حشیش فرمایش داده است اما خود همان روز بازداشت گردید. دادگاه نظامی حوزه اولیانوفسک خدمتچی مذکور را در قاچاق و خرید حشیش گناهکار دانست و طوری هم گفتم به 3.5 سال محرومیت از آزادی شرطاً محکوم کرده است. و در 2 ماه اخیر چند دانشجوی دانشگاه کشاورزی یا اگراری توجیکستان ترک تحصیل کرده به آلمان و کشورهای دیگری اروپایی رفتند. بعضی نمایندگان دانشگاه گفتند که دلیل چنین رفتاری محصلین را نمیدانند اما دانشجویان اینک سابق دانشگاه اگراری میگویند اساساً برای کار خود را به آلمان رساندند که در یک ماه از 500 تا 700 یورو به گفته آنها معاش دارد. برخی از این دانشجویان قبلا در آلمان دوره تجربه آموزی را گذشته همان وقت برای بازگشت دوباره خود به این کشور اروپایی جای پا درست کردند. دانشگاه اگراری توجیکستان هر سال بعضی از دانشجویان خود را در اساس قرارداد برای تجربه آموزی به آلمان میفرستد. از اول امسال 4 دانشجو رسما برای تجربه آموزی به فرماهای چرخداری آلمان رفتند. آنها موظفند که پس از انجام 3 یا 6 ماه تجربه آموزی به وطن برگردند. بعضی از مسئولان سابق دانشگاه اگراری توجیکستان که حالا در آلمان قرار دارند گفتند به خاطر درآمد خوب مجبور میشوند با هر راه خود را به آنجا رسانند. به گفته یک دانشجو که نخست نامش ذکر شود آنها بیشتر در فرما یا خانه شهروندان در نزدیکی شهر فرانکفورت به کشاورزی مشغول میشوند. همصحبتان ما میگویند هر ماه از 500 تا 700 یورو و حتی زیادتر از آن مبلغ به دست میآورند. به این خاطر دانشجویان رد نمیکنند که به جای تحصیل در توجیکستان کار در آلمان را بهتر دانستند. و بینندگان عزیز طوری هم وعده دادم در پایان صحبت رو میاریم به قرب اسعار خارجی. طبق قرب اسعار خارجی که از سوی بانک ملی برای امروز تعیین شده است 1 دلار 9.43 درم، 1 یورو 10.72 درم و 1000 روبل روسی 146 و 80 درم، یعنی چون 2 روز پیش در همان ساعت قرب روبل روسی باقی مانده است. و من با شما خداحافظی نمیکنم از آن و بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر با شما باز ملاقات داریم در تقدیم سرخط خبرهای روز و همین گونه در برنامه خبری. اما یادم نرود و میخوام یک اعلان رو به سهم شما برسونم. 1 هفته بعد یعنی از 1 اپریل ما به وقت تابستان میگذاریم، یعنی اروپا و شما علاقه در توجیکستان و روسیه امکان دارید که نویدی بمدادی سرخط روز و برنامه خبری رو 1 ساعت پیشتر تماشا کنید. یعنی اگر حالا ما ساعت 9 با وقت مسکو شروع میکنیم نویدی بمدادی رو، شما میتونید ساعت 8 آن رو ببینید و برنامه خبری نیز ساعت 2 با وقت روسیه تقدیم شما میشود. خب من بازم در صحبت‌های بعدی برای شما تفصیلات خواهم داد درباره گزارش به وقت تابستان چون شما سردرگم نشوید. و طوری گفتم من بعدی کمتر از 3 ساعت دیگر شما رو در پخش مستقیم بازم منتظر میشم. خبرهای زیاد داریم، از دست ندید.